سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. 76 گناه کبیره از کتاب امام ذهبی رحمه الله. فرار از میدان جنگ. فرار کردن از میدان جنگ یکی از گناهان کبیره به شمار می رود. الله تعالی می گوید: به نام خداوند بخشنده و مهربان. و آن روز هر کی به سوی آنها پس خود را بگرداند مگر رجوع کنان برای جنگ یا پناهجویان به سوی گروه، پس به درستی که خشم خدای را باز آورد و جای او جهنم است و بد جای است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت بیان کردن 7 گناه مرگاور به فرار از میدان جنگ نیز اشاره کرد. از این معلوم می شود که فرار کردن از میدان جنگ یکی از گناهان کبیره می باشد. بله برادران عزیزم، وقتی که دشمن به زمین ما حمله می کند و می خواهد که آن را از خود کند، ما باید در حفظ و حمایه این زمین باشیم. ما باید در حفظ و حمایه این دولت باشیم. ما باید در حفظ و حمایه ایمان، دین و آیین و اهل و عائله خود باشیم. برای همین گریختن از میدان جنگ این از گناهان کبیره است. از الله مهربان امانی و سیری را طلب می نماییم، چون این دو نعمت است که اگر از کدام جامعه برداشته شود، جنگ و جدال ناآرامی در این جامعه سر می زند. خداوندا ما را از دشمنان نگه بدار. خداوندا تمام مردم مسلمان روی زمین را متحد شدن و چنگ زدن بر اسمان خودت نصیب بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.